عوامل استکبار بعد از این حوادث سوریه خوشحالند، اظهار خوشحالی میکنند به خیال این که با سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود جبهه مقاومت دیگه ضعیف شده. به نظر بنده اینا سخت در اشتباه. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت‌ها قوی‌تر می‌شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده‌تر میشه. مقاومت اینجوریست. با حول و قوه الهی آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.